از انرژی منفی حس خوب بگیر. آقا یعنی چی از انرژی منفی حس خوب بگیریم؟ الان بهت میگم. از این به بعد هر کسی که تو رو تخریب کرد، هر کسی که تو رو کوبید، هر کسی که تو رو نقد کرد، بدون دو حالت داره: یا واقعا دوستت داره یا واقعا دوستت نداره. اگر تو رو دوست داشته باشه میخواد بهت کمک کنه. این نقدش در جهت رشد توئه. و اگر کسی تو رو دوست نداشت و بازم تو رو نقد کرد، این نشون دهنده حسادت اونه و دوست داره جای تو باشه و نمیتونه. پس از این به بعد هر کی بهت انرژی منفی داد یادت باشه یا میخواد بهت کمک کنه یا اینکه داره بهت حسادت میکنه. رفیق، تو خیلی ارزشمندی. بپا فقط حرفای منفی دیگران حس بی ارزشی بهت نده. همین و تمام.